بیا بالا. بیا روی زبان. بیا روی زبان ببینم کی هستیم. بیا روی زبان. روی زبان. روی زبان. روی زبان. روی زبان. روی زبان. مریم بخونیم که طلسمش باطل بشه، آزاد بشه. انا فتحنا لك فتحا مبینا. آروم باش جنی، میخوام کمکت کنم. آروم باش. حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغیر الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. براءة من الله ورسوله إلا الذين عاهدتم من المشركين. براءة من الله ورسوله إلا الذين عاهدتم من المشركين. بیا روی زبان ببینم کی هستی جنی. روی زبان. سگ یا گرگ؟ چرا نمیتونی صحبت کنی؟ زبانت بسته است؟ زبانت بسته است؟ زبانت بسته است؟ آره؟ الله 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 الله. اوکی. زبانت بسته است جنی؟ الله الله اکبر. زبانت بسته شده؟ کی این کارو کرده؟ کجا بسته شدی؟ کجا بسته شدی جنی؟ توی معده؟ کجا بسته شدی؟ نمیدانم. سعی بکن خودتو پیدا کنی توی بدن این مرد. چند سال تو بدنش بسته شدی؟ چند ساله؟ کی تو رو بسته؟ کی تو رو بسته؟ کی؟ نمیدونم. نمیدونی کی تو رو بسته؟ خوب فکر کن. میدونی ولی ازش میترسی و نمیخوای حرف بزنی. من کمکت میکنم، نمیذارم بهت آسیبی بزنه. باشه؟ حالا اسمشو بگو. کیه؟ نترس. 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 نمیتونه بهت آسیب بزنه. من بهت کمک میکنم. نترس. 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 من کمکت میکنم. چند ساله تو بدنشی؟ چند ساله؟ چند ساله تو بدنشی؟ الله الله الله. بگو اشهد ان لا اله الا الله. لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. الحمدلله. چند ساله تو بدنشی؟ سگی یا گرگی؟ چی هستی؟ سگی یا شیر هستی؟ آها. و چند ساله تو بدنشی؟ چند ساله؟ کمکت میکنم. الله کمکت میکنه. چند ساله تو بدنشی؟ نمیدونم. میدونی. نترس. هیچ کس نمیتونه اذیتت بکنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به.
حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغیر الله به حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغیر الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به براءة من الله ورسوله إلا الذين آحدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلا الذين آحدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلا الذين آحدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلا الذين آحدتم من المشركين فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. تو رو بستن به تمام بدنش، درسته؟ چند نفرید؟ چند تا شیر هستید؟ 1 میلیارد. 1 میلیارد. و چند ساله تو بدنشی؟ 20 ساله. 20 ساله. کی براش سحر کرده؟ نترس، هیچ کس نمیتونه آزارت برسونه، هیچ کس. اجازه نمیدم هیچ کس اذیتت کنه. کی براش سحر کرده؟ حرف بزن. حرف بزن. إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. کی براش سحر کرده جنی؟ کی براش سحر؟ کی؟ ما از اجدادش اومدیم. از کجا؟ از اجدادشون. از اجدادش. یکی براش سحر کرده که شما اومدین. شما همینجوری نمیتونین بیاین. از چند نسل پیشش اومدین؟ از 5 نسل پیش اومدیم. چه سحری داشتن اجدادش؟ سحر جنون. سحر جنون. و اجدادش دیوانه بودن یا نبودند؟ نبودن. پس چرا موفق نشدید کاری بکنید که اونها دیوانه بشن؟ چون نماز میخوندن، ذکر میکردن. آها. و چه کسی شب عروسی این مرد براش سحر کرده؟ کی؟ حرف بزن. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. حرف بزن. کی براش إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا. به امر خداوند زبانش باز بشه. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. نترس. إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا. کی براش شب عروسی کی براش سحر کرده؟ زن عموش. زن عموش. چرا براش سحر کرد؟ چرا براش سحر کرد؟ چرا؟ حرف بزن. حرف بزن. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. لسان صدق عليا. لسان صدق عليا. حرف بزن. زن عموش چرا براش سحر کرد؟ ازشون خوشش نمی اومد. از این خوشش نمی اومد. اسم زن عموش چیه؟ برای این سحر کرد یا برای پدر مادرش هم سحر کرد؟ برای همه کرده. و چه سحری بود؟ خوردنی بود؟ پاشیدنی بود؟ چی بود؟ خوردنی. دادن بهش خورد؟
وظیفه خدام اون سحر چی بود؟ سحر چه موضوعی داشت؟ نابودی. سحر نابودی بهش دادن؟ برای دخترش چه کسی سحر کرده که ازدواج نکنه و بختش بسته بشه؟ این جن دروغ میگه یا راست میگه؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. راست میگی یا نه؟ کی سحر کرده؟ چی سحر کرده برای دخترش؟ کی برای دخترش سحر کرده؟ بله. کی انجام داده؟ 2 ماه پیش. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. 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 خب تمام جنهای دخترش که برای طلاق و جدایی زده اونها اومدن یا هستن؟ اومدن. همه اومدن؟ خب شما مسلمان میشید یا نمیشید؟ بله ما مسلمان هستیم. پس اینجا چی کار میکنی؟ دروغ گو. ما با این همکاری میکنیم. با کی؟ با این مرد؟ بله. این مرد چی کار میکنه که باهاش همکاری میکنید؟ مریض باشه پیش میاد روش قرآن میخونه. دروغ میگی تو. وقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. مواظب باشید. بعضی از مردم میرن روی دیگران قرآن میخونن و یک جنهایی میان و میگن ما داریم کمک میکنیم. جنها میگن ما مسلمانیم و داریم کمک میکنیم. اینها منافقین هستند. این جنها منافق هستند. ما جن رو نداریم که با انسان، جنی که با انسان تعامل میکنه جن کافره. جنی هست که دستورات خدا رو اطاعت نمیکنه و خداوند این رو منع کرده. نمیتونی جنی با انسانی در ارتباط باشه مگر اینکه خداوند دستور بده. جنهایی هستن لا اله الا الله محمد رسول الله. شیخ عبدالقادر جیلانی. شیخ عبدالقادر. حالا مشخص شد تو از که طرفی که اومدی. تو مرید شیخ عبدالقادر جیلانی هستی. حالا داستان این شیخ عبدالقادر جیلانی رو بگو ببینم تو کی هستی؟ من مریدشم. مریدش هستی و تو بدن این آقا چی کار میکنی؟ من داخل بدن نیستم، بیرون بدنم. بیرون بدنی و تو داری بدن رو کنترل میکنی. کی به تو اجازه میده که بدن یک انسان رو کنترل کنی؟ ها؟ کی به تو؟ دوستش داریم. پس تو بر حق نیستی. تو کافری، تو منافقی، تو دروغگویی. تو خدا رو نمیپرستی. تو شیخ عبدالقادر گیلانی یا جیلانی رو میپرستی. درسته؟ الله لا اله الا الله محمد رسول الله. باید توبه کنی. لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. باید توبه کنی. باید توبه بکنی. شما صوفی هستید و شما بنده خدا رو میپرستید نه خدا. شما جزء صوفی ها هستید. اسم خودتون رو فقیر و عارف و درویش و صوفی گذاشتید. شما ایمانتون به بنده های خداست نه به خداوند. درسته یا نه؟ توبه میکنی و از اینجا میری و دیگه بر نمیگردی. درسته یا نه؟ بله. چند نفر هستی؟ 1 میلیارد. تو رئیسشون هستی؟ بله. اسمت چیه؟ اکبر. اکبر. بگو توبه میکنم. توبه میکنم و مسلمان میشوم.
و مسلمان میشوم و به غیر از خدا و به غیر از خدا به کسی دیگر توکل نمی کنم. به کسی دیگر توکل نمی کنم. الله و خالق من الله و خالق من فقط خداست. اوست. فقط خداست. فقط خداست. دیگه نبینم برگردی پیش این مرد. باشه. خب شما چند وقت پیش، من یادم نبود، شما چند وقت پیش به من مسیجی دادی و گفتی چی؟ گفتی تو پاکستان مرید کی هستی؟ جلالی بابا. جلالی بابا. جلالی بابا شاق. جلالی بابا کیه تو پاکستان؟ بله؟ جلالی بابا توش پاکستان کیه؟ یکی از ولیای خداست که صوفی بوده اونجا، سید هم هست. اونجا شهید شده اونا. مزار مثل امام رضا، حضرت علی، امام حسین، اینا مزاراشون اونجاست. اینا 6 تا برادر هستن. بعد مردم ها کسایی که مریضی، سرطان، مشکلات جسمانی اینا دارن میرن پیش شاقه بابا، چون دکتر هم شهید هم سیده. پیش اون میرن. کسایی که جن دارن، جادو دارن، سحر دارن، این میره پیش جلالی بابا. اینا کنار هم دیگه هستن. زیارتگاه هستن. یعنی من 2 سال اینجا بودم، تو همون زیارتگاه با پدرم بودم اینجا. 6 ماه اول هیچ مشکلی من نداشتم. پدرم همونجور که رفت همونجور نشست. بعد از 6 ماه همین که دیده من این حاضراتی که گرفت، این من تو زیارتگاه همین حاضرات اونجا هم میگرفت. اونجا هم همین اولاش ذکر نمیکرد، نماز نمیخوند. بعد دیگه ذکر میکردم، نماز میخوندم دیگه. یاسین هر روز بود. یعنی من 1-2 سال پام کفش نبود، پایم لخت، یه تسبیح دستم بود، موهام اندازه شونام شده بود و من مو داشت، الان موهام ریخته، درد شونام بود دیگه. همونجا 2 سال من دیگه ذکر و نماز و قرآن تو همین غرق بودم دیگه. فکر زن و بچه اینا هم نبودم. بعدش که تا اجازه اینجا نده، تو خواب اگه نبینی، اگر زیارتگاه بری بیرون اذیت میشی. همینجور که الان شدم، یعنی تو بیرون از زیارتگاه همچین چیزی میشی. بعد از 2 سال 3 ماه مونده بود، گفت که تو دیگه کار تمومه، تو میتونی بری افغانستان، مزار حضرت علی، مزار سخی صاحب، بالا مریم خانم میشناسن اونجا. گفت برین یه زیارتی بکنین بعد برین خونه دیگه. من بعد از 2 سال دیگه با پدرم بلند شدم رفتم، همون خوابه که دیدم دیگه بلند شدم رفتم خونه. رفتم اونجا هم که رفتم، بعد از 3-4 شب خواب دیدم، گفت 50 روز اینا چله بشین. چله یعنی همون تاریخ خونه که میگن، چله بشین، ذکر بکن، نماز بخون، همچین چیزی دیگه. من 21 شب 22 شب نشستم. بعد از 22 شب چون پاکستان زیاد پشه و این چیزا دارم، ملاریا گرفته بودم دیگه. همینجور که میلرزم اونجا اونجوری شده بودم دیگه، نمیتونستم دکتر برم. بعد از 21 شب دیگه وقتی چشمامو میبستم میدیدم تو مکه هستم. میبینم تو مکه هستم. وقتی چشمم باز میکردم دوباره تو اتاق بودم. یه بار چشمامو میبستم میدیدم تو یک دشت بزرگم یه درخت کوچیک اونجاست. دوباره باز میکردم داخل اتاق بودم. یا مزار حضرت علی درش باز میشد، میگفت هی در، گفت در باز شد، رفتم داخل، چشمم باز میکردم داخل اتاقم. بعد 22 روز بعد دیگه نتونستم ادامه بدم، چون این ملاریا داشتم، کرونا چی میگه، ملاریا میگن چیزی پشه که بکنه. بعد دستام میلرزینا. بعد رفتم دکتر اینا. بعد این چله رو من نتونستم تمام کنم. وقتی به من مسیج دادی و در مورد این چیزا گفتی، من چه برخوردی باهات کردم؟ شما گفتین اصلا درست نیست، راه اینا نباید بری اینا. بعد من دیگه شروع کردم به همین چیزایی که شما میگین دیگه. سوره بقره رو خوندم 4 ماه یک سره خوندم. بعد دوربر 7-8 ماهشم روز 11 ساعت فقط رقیه شهری گوش می‌کردم. از این قاری قریب موصلی است، از این کلا از این گوش می‌کردم که دیگه دیوونم می‌کرد. وقتی گوش می‌گرفتم می‌دیدم میآمدن میرفتن و مسلمون می‌شدن و همچین چیزا رو زیاد می‌دیدم با شمشیر می‌جنگن، همچین چیزایی اینا رو زیاد می‌دیدم دیگه. ادامه دادم تا الان 1 سال و نیم من رقیه شهری رو سرم روشنه. اینا که تو کانال خودت هست همه‌شو می‌ذارم تا صبح داره میخونه. روزا من حداقل 2-3 ساعت تو سر کار، الان کمتر شده برای این کار انجام میدم. ولی قرآن ما دیگه نتونستم، چند وقت نخوندم راستش، بقره دیگه ادامه ندادم. ولی کانال دارم دنبال میکنم، یوتیوب شما رو دنبال میکنم. 1 سال و نیم الان دیگه من پیش شما هستم. چیزایی که اونجا میگین الان آب قرآنی اینا چی میگین، من اینا رو کلا حفظ شدم. شما الان گفتین، من گفتم بذار بگه دوباره بذار بنویسم. یعنی همه‌شو یاد گرفتم راستش. خدا رو شکر. ولی تا حالا حل نشده. این خیلی من اذیت میکنه. آها پسرم،
خداوند آیه قرآنی داری. ببین خداوند قرآنش رو نازل کرد. حالا در قرآنش چی میفرماید؟ در سوره طه آیه 2 ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. ما قرآن رو نازل نکردیم که تو شب و روز بشینی قرآن بخونی و اذیت بشی و دردسر بیفتی و ریاضت بکشی. ما ایمان تو میخوایم، قلب تو میخوایم. خداوند راضی نمیشه یه نفر بشینه شب و روز خودش رو در رنج بندازه که بگه من میخوام قرآن بخونم که خدا راضی باشه. خداوند اینجور چیزی نگفته و آیه قرآنی داده. به نظر شما کسی که میگه 2 سال یک رسم و رسومی گذاشتن که 2 سال بری، من اون کسی که توی قبر خوابیده رو کار ندارم. خب شاید اون در زمان گذشته بر حق بوده، ولی انرژیایی که اطراف اون به عنوان یاران اون میگن برو 2 سال چله بشین، از اینجا بیرون نرو و کفش نپوش و لباست اینجوری باشه و از غذات اینجوری باشه، آنها بر حق نیستند و گروههایی از جاهلان و شیاطین هستند که میخوان این جهل رو بین مردم منتشر کنن. شما بعد از 2 سال ریاضت کشیدن توی اون امامزاده به قول خودت خوب نشدی، درسته؟ بله بله. بعد 1 سال اینا رد شد، بعد بغل همون زیارت یه صوفی یا یه پیرمرد دیدم رو دوزانو نشسته بود. گفتم من پاهم درد میکنه، مشکل دارم، چیکار کنم؟ بعد گفت ذکر اللهو بکن. گفت بعد از همون رو دارن دور بر نیمم 17 ساله من این ذکر رو انجام میدم. یعنی بعد شبا میشینم گوشه خونه همین ذکر اللهو رو انجام میدم. بعدم مسجد میرم، از خدا از پیغمبر وقتی میگه حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلام دست خودم نیست، یه دفعه همونجوری میشینم ذکر الله رو بلند میگم. همین که الان گفتم اولش که ذکر کردم یه 10-15 بار همین انجام میدم، خودم خیلی اذیت میشم. این چیزم دیگه خوشم نمیاد. همه میگن این دیوونه است، اینجوریه اونجوریه، بهم خیلی برمیخوره. من نمیدونم این جنده یا انسانه یا نه این جنه. این جنیه که بر تو مسلطه و داره ازت تغذیه میکنه، از زن و بچه تغذیه میکنه. ببینید میگه من مسلمانم. مسلمان جن مسلمان مؤمن، مسلمان مؤمن، مسلمان زاده نمیگم. کسی که پدر و مادرش مسلمانه، زنا میکنه، دزدی میکنه، اعدام میشه، قتل میکنه، من کاری به این ندارم. مسلمان مؤمن یا مؤمنه، ممکنه مسلمان زاده نیست ولی مؤمنه به رب العالمین و یک سری امور رو انجام نمیده، مؤمنه و خداوند اون رو هدایت میکنه به طرف اسلام. ما وقتی که داریم میبینیم چیزی بر تو تسلط میکنه، به نظرت چرا من مریم میارم اینجا میشونم؟ تمام چیزهایی که توی ذهن مریم القا میشه تو ذهن من القا میشه، من تحویلشون نمیگیرم، پسشون میزنم. چرا پس میزنم؟ چرا میارم روی بدن مریم؟ پس میزنم چون بنده هیچ ارتباطی با جن رو نمیخوام. خداوند در سوره جن میفرماید که روز قیامت جنهایی میان و میگن که در دنیا آدمهایی بودند که به بیابانها پناه میوردند و از جنها کمک میگرفتند و خداوند این اجازه را به ما نمیده. ما احسن الخالقین هستیم، رسول خدا پیامبر جن و انسه. چرا ما باید از جنها کمک بگیریم؟ اونها ما رو میبینن، ما اونها رو نمیبینیم، ولی ما قدراتی داریم که میتوانیم ببینیم و شیطان نمیذاره از این قدراتمون استفاده کنیم. اگر فقط و فقط پیوند داشته باشیم با خدا و فقط خدا را ببینیم، خداوند تمام قدرت‌های ما رو برمیگردونه. ببین اکبر با 1 میلیارد جن توی خونه شما، توی بدن بچه‌ها، توی زندگی میکرده و اکبر الان داره صدای منو میشنوه و نمیخواد بره. من اکبر رو برمیگردونم رو بدنت و اگر نره اکبر کشته میشه به دست من. نمیدیدم من 17 سال دیگه حالا زندگی میکنم، چی میترسین؟ ترس نداره که؟ نه دیگه اجازه نداره. اکبر نزدیک میخوام برگرده رو بدنت. برگرد اکبر رو بدنش. مگه من بهت نگفتم برو؟ چند ساله تو بدنش هستی اکبر؟ چند ساله؟ چند ساله؟ حرف بزن، اینجا جای سکوت کردن نیست. با من طرفی. چند ساله تو بدنشی؟ از کوچیکی. آها، پس تو مرید اون نیستی، مرید اون امامزاده، یا تو اکبر نیستی.
چی هستی تو؟ چی هستی؟ حرف بزن. حرف بزن. اگر حرف نزنی تو رو میبندم. انا اعتدنا للكافرین سلاسلا و اغلالا و سعیرا. هر جنی که توی این بدن هست و این بدن رو اذیت و آزار میکنه، همین الان باید این بدن رو ترک بکنه. اجازه موندن توی این بدن نداره. با همه جنی هایی هستم که توی این بدن هستن. انا اعتدنا للكافرین سلاسلا و اغلالا و سعیرا. به امر خدا همشون بسته بشن. انا اعتدنا للكافرین سلاسلا و اغلالا و سعیرا. انا اعتدنا للكافرین سلاسلا و اغلالا و سعیرا. خارج میشید یا نمیشید؟ من به این شخص یاد میدم از امروز این بدن رو آتیش بزنه. اگر در این بدن بمانید همه آتیش میگیرید و اگر در این خانه و اطراف این خانواده بمانید همه آتیش میگیرید. میرید یا نمیرید؟ میریم. اشهدتون رو بگید. الله لا اله الا الله محمد رسول الله. الله لا اله الا الله محمد رسول الله. بازتون کنم یا نه؟ بازتون کنم که برید یا نه؟ نمیری، درسته؟ نمیخوای بری. باشه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. إذا جاء نصر الله والفتح. خارج بشین وگرنه کشته میشین. خروج به امر الله. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. خارج بشید و دیگه بر نگردید. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم تر كيف فعل ربك. اخرجوا 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 اخرج. همه هیچ کس نمونه. از دستها، از پاها، از پاها، از پاها، هیچ کس نمونه توی این بدن. اخرجوا اخرجوا. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف معقول. اخرج. اونایی که تو سینه هستن، اونایی که تو سینه هستن وسواسش میکنن، میگن تو قدرت داری، تو میتونی شفا بدی، تو میتونی درمان کنی. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. إنا فتحنا لك فتحا مبينا
إنا فتحنا لك فتحا مبينا. اخرج اخرج از معده‌اش، از معده‌اش، از معده‌اش، از صورتش، از بدنش، از بدنش. اخرجوا اخرجوا اخرج 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 اخرج. وای نسا وای نسا وای نسا. خارج شو خارج شو خارج شو از سینه. خارج شو خارج 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 شو بأمر الله بأمر الله بأمر الله. اخرج اخرج اخرج. يلا يلا اخرجوا. إذا زلزلت الأرض زلزالها. اخرج اخرج اخرج. استخوناشو ول کنید. استخوناش از توی خونش، از توی خونش، از توی بدنش، از توی بدنش. خارج شین بأمر الله. إذا زلزلت بسم الله. اخرج منها مدعوما مدحورا. اخرج اخرجوا 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 اخرجوا. ما نقول نزلن. خارج شو خارج شو خارج شو. زود زود. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. اخرج منها. اخرج. از مغزش خارج بشین. جنهایی که بیرونن، اطراف بدنن، اطراف بدن، اطراف بدن. بیا بیا رئیسشون بیا. جنهایی که اطراف بدنن. زود باش زود باش. اکبر مگه من بهت نگفتم برو از اینجا؟ مگه قرار نشد بری؟ میدونی میبینمت؟ ها؟ مگه قرار نشد بری؟ چرا نمیری؟ راستشو بگو. کی هستی و وظیفت چیه؟ چند سالته اکبر؟ چند سالته؟ 5000 سال. جندای باستانی. اوه جن باستانی. چند ساله در خدمت شیطانی؟ چند ساله در خدمت شیطانی؟ چند ساله در خدمت شیطانی؟ چند ساله؟ از فرزندان ابلیسی؟ آره؟ از فرزندان ابلیسی؟ چند ساله در خدمت شیطانی؟ 3000 سال. 3000 سال. 2000 سال در خدمت شیطان نبودی. چی کار میکردی؟ نه؟ چی کار؟ آزاد بودیم. آزاد بودین. بعدش شیطان شما رو گرفت؟ نه. مذهب و دینتون چیه؟ قبل از اینکه گرفتار شیطان بشی چه مذهبی داشتی؟ مسیحی. مسیحی بودی؟ 5000 سال عمرته. در زمان کدام پیامبر بودی؟ ادریس. ادریس. ادریس در زمان حضرت ادریس بودی و مسیحی هستی. چرا مسلمان نمیشی؟ اوه پس نمیخوای مسلمان بشی. چرا؟ چرا نمیشی؟ میترسم. از کی؟ از کی؟ از شیطان. شیطان قوی تر است یا الله؟ الله. پس چرا از شیطان میترسی؟ چرا از شیطان میترسی؟ ایمانت ضعیفه، درسته؟ بله. خب الان چه شکلی هستی؟ به من بگو الان چه شکلی هستی؟ طلسم داری یا نه؟ بله. الان چه شکلی هستی؟ گوریل. اوه
خب بریم ببینیم، کمک کنیم بهت که برگردی به شکل اول خودت. آره. اعوذ